خانم یاوری سلام، خیلی خوش اومدید. زنده باشید. متشکرم. اگه دست رو دست گذاشتین و برای شروع کارتون منتظر سرمایه هنگفتین، تجربه سمیرا یاوری رو بشنوین که از زیر صفر شروع کرده و حالا یکی از هتلدارهای موفق. بابام همیشه میگفت چش سفیده نترس. رفتیم یه کاری رو انجام میدادیم، حق هممون رو میگرفتیم میرفتیم. هم خودم هم همسرم. هیچ وقت کارفرما نبودیم. تا حالا توی اتفاقات مهم اجتماعی کنار مردم بودین؟ خانم یاوری توی جنگ 12 روزه پناه خیلیا شده. دار و ندارشون رو میریختن، 2 تا چمدون راه میفتم. واقعا سختم بود. یعنی این فکر میکردم خدای چی کار کنم. یه دفعه شوهرم برگشت گفت سمیرا بگو بیان هتل. ای خب بیایم بریم بگیم. ترفند شما برای خروج از چالش ها چیه؟ داد زدن نامه پلم پروژه رو زد. خانم یاوری با سلاح امید از موانع کاریش عبور میکنه. یاد ندارم به خدا گفته باشم که من نمیشه. همیشه گفتم میشه. مگه میتونه یه زن دستش خالیه؟ بابا چرا دادید بهش؟ چرا این کارو کردید؟ ما رو همیشه گفتن ضعیفه، ولی ما ضعیفه نیستیم. ما خیلی زنان قوی هستیم و میمانیم. اگه این موضوعات براتون جذابه، گپ و گفت من و سمیرا یاوری